در جماعت دیهات واروخ در عرفه جشن 24 سالگی وحدت ملی مراسم افتتاح لوحه یادگاری و نامگذاری نمودن یکی از کوچه ها به اسم یکی از فرزندان برومند دیار سابق آموزگار لیسه رقم 3 شادروان با بانیاز ندیرف برگزار گردید. رئیس شهر اصفهان بهاودین بهادرزاده ضمن سخنرانی از جمله تذکر داد که به تصویب رسیدن قرار مجلس وکیلان خلق شهر اصفهان اوید به گرامی داشت خاطره نیک آموزگار شناخته و تشکیلاتچی با مهارت فدایی و نیکسرشت شادروان ندیرف با بانیاز غفارویچ و نامگذاری شدن یکی از قسمت کوچه پراود جماعت دیهات واروخ به افتخار این مرد فاضل خود دلیل قدرشناسی مهنت صافدلانه و پرثمر و خدمت‌های شایسته و شایان اوست. با بانیاز ندیرف یکی از فرزندان برومند دیه بوده. در عائله بسیار هم برومند به باور رسیده، تربیت یافته، در عرصه حیات نقش خود را گذاشتند. بابا نیاز ندیرف که مادر بزرگوارشان بی فراغت بابا نیاز بودند، سالهای طولانی در مکتب‌های دیه فعالیت پداگوژی نموده. در یک وقت بسیار هم در سمت کارهای جمعیتی آبادانی پیشبرد کاری تعلیم و تربیت بسیار هم سهم ارزنده گذاشتند. برای همین هم ما سابقه دارم دست دعا می‌برداریم که روح بابا نیاز ندیرف شاد، خانه آخرتشان آباد باش. همیشه مهر این کس در دل و دیده های مردم واروخ جای گرفته است. جایز به ذکر است که شادروان ندیرف با بانیاز غفارویچ 22 اپریل سال 1960 در دیهه واروخ شهر اصفهان در عائله خدمتچی به دنیا آمده است. سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام ولادیمیر ایلیچ لنین را با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات تاجیک ختم کرده است. در بابا نیاز سخن گفتن هر چقدر بسیار هم کم است، لیکن در این لحظه سخن گفتن مشکل هم هست. بابا نیاز در مدت 10 سال همسنز بودنمون بسیار بچه فعال بودن، مکتب میانه را با بهای اعلا تمام کردن، فن زبان ادبیات را دوست می داشتن، بسیار معرفت پرور بودن، وطن دوست بودن. پس از ختم مکتب میانه با دانشگاه عالی شهر دوشنبه و دانشگاه آموزگاری داخل شدن، اون را نیز با دیپلم سرخ تمام نمودن. در هر یک نشست، در هر یک چهاربینی‌های ما فعال ما بودن، پیشوای ما بودن، شعر میگفتن، سخن میگفتن، مسئله تعلیم تربیت و با ما سخن میکردن، معرفت پرور بودن. یادتون هیچگاه از خاطری ما فراموش نمیشود. فعالیت مهنتی خود را سال 1982 به حیث آموزگار در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 آغاز نموده، من بعد از سال 1996 تا لحظه واپسین در مؤسسه دولتی لیسه رقم 3 به حیث آموزگار در سمت تعلیم و تربیت خوب نسل نورس و جوان خدمت ارزشمند را انجام داده است. راه ناتمام در سوگواری دوست، برادر و همکارم شادروان بابا نیاز ندیرف. پر و بال شکست، اختر کجا رفت که زیب مکتب کشور کجا رفت. فدای سعدی بود و شاعر روم، همم گوینده از منبر کجا رفت. نبود یک محفل که او نباشد، به هر محفل چنین رهبر کجا رفت. حقیقت پیشه راه دلش بود، از این میدان ما داور کجا رفت. بودیم یک جای در توی و تماشا، کنی بابا نیاز از بر کجا رفت. ما با همراهی استاد بابا نیاز ندیرف زیاده از 20 سال در تعلیمگاه آوازه‌دار دیهم لیسه رقم 3 یک جای کار کردیم. دوره دانشجویی ما نیز همراه در شهر دوشنبه گذشته بود. همکار ما، برادر ما، رفیق ما شادروان بابا نیاز ندیرف به معنای تام انسانی اصل بودند. دانشمندی که عموماً
با دانش خود توانستند در تعلیم و تربیت شاگردان حصه ارزنده گذارند و پی در پی شاگردانشان در آزمون‌های ناحیوی، ولایتی و جمهوریوی سزاوار جایهای اول و مدال طلا گردیده بودند. ما در کجای نباشد در همه حالت کار استاد، نام استاد و راه استاد را دوام میدیم. همیشه خاطره نیکشان همراه ماست. маврид ба зикр аст ки надиров бобониёз ғафорович ҳамчун яке аз мутахассисони соҳибтаҷрибаю варзидаи соҳаи маориф дар фаъолияти корияш дар пешрафту инкишофи соҳа, мустаҳкамнамоии пойгоҳи моддию техникии муассиса ва барои ба камол расонидани шахсони созандаву ватандӯст саҳми шоистаю назаррас гузоштааст. در خصوص انسان‌های چون بابانیاز و عبدالوقاص گپ زدن آسان و مشکل است. آسان از آن چیست که میتوان ساعتها حرف زد. مشکل از آن است که نمیدانی کدام صفت آنها را پیشتر گویی. در حقیقت بابانیاز به معنی تامش معلم اصیل بودند. آن کس یک گلی سر صحبتی، همه محفل ها گلی سر صحبتی معارف ناحیه بودند. گم کردن چنین شخص برای معارف ناحیه این یک تلفات بزرگی بود. شخصا برای من این تلفات قیاس نشونده است. همان شب و روز من درد دلم را با چنین مصرع‌ها اظهار کرده بودم. طبیعت میکند صدپاره حال و جامعه خود را که من در شخص تو گم کرده ام علامه خود را. دیگر در دیده من جای عکست آب خواهد بود، دیگر صحبت میان ما و تو در خواب خواهد بود. هوایی میروم تا کوی تو با درد تنهایی، صدایت میکنم از دور و میدانم نمی آیی. با عقل و هوش من میدانی تنهایی چه احساس است. گپی بابانیاز و خنده های عبدالوقاص است. البته این افاده کننده پره آن درد و اندوه نبود که ما بابانیاز گم کردیم، ولی این درد دل من بود. خیلی جای بابانیاز جنت باشد، روح و ارواحشان از همه پیوندان راضی باشد. мавсуф дар баробари фаъолияти омӯзгорӣ бо корҳои эҷодӣ машғул буда дар чорабиниҳои гуногуни фарҳангиву адабии шаҳру ноҳияҳои вилоят саҳми беандоза дошт. даҳҳо нафар шахсони шинохтаи кишварро тарбият намудааст ки имрӯз дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёт бо муваффақият фаъолият доранд. савти овози ту дар лаҳни ҳазорам мондааст, барқи чашмони ту дар шабҳои торам мондааст. از کسی چیزی نمیماند، ولی از مهر تو یک دلی بی تیر ماهی پربهارم مانده است. استاد بابانیاز همچون رفیق، همچون دوستی پرمهر در دل و در خاطره ما ابدی نقش بستند. به نام استاد نامگذاری شدن کوچه در محله سری قرم واروخ چون رمز احترام به خدمت‌های شایان، به خدمت‌های ارزنده یک نفر فرزند فرزانه این دیار است. به نام بابانیاز نامگذار شدن این کوچه یک تصمیم سهل و ساده نیست، بلکه به نسل‌های من بعد درس آدمیت خواهد آموخت. барои дастовардҳои шоён ва саҳми назаррасаш дар рушди соҳаи маориф бо унвонҳои аълочии маорифи республикаи советӣ социалистии тоҷикистон, аълочии маорифи тоҷикистон ва ифтихорномаҳои вазорати маорифи ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри исфара ва дигар мукофотҳои арзишманди соҳавӣ сарфароз гардонида шудааст. фарзандони фарзонаву фарҳангсолор ё худ хиратманди даврон اگر برمحل از بر ما روند، ایوای علم و معرفت و فرهنگ می شود. روزی که استادی ارزنده علم و معرفت دیار، خصوصا علم و معرفت واروخ زمین در بخش زبان و ادبیات یا خود صرف و نحو بابانیاز ندیرов
از بر ما رفتن با آه و گداز بداهتن گفته بودم. در وارخ گل در کف ما روزی سیاه است، استاره سعد از افقی دهی ما رفت. ارزنده بود از بر او گریه و ناله، ای وای کجا قافله سالار به خدا رفت. امروز بابا نیاز ندیروف گرچند از چشمهای ما رفته باشند و از بر ما رفته باشند، هم در دلهای ما، در دلهای اهل معارف و معرفت شهر و دهات اسفره الخصوص بیداریان علم و فرهنگ وارخ مسکن گرفتند. маврид ба зикр аст ки дар доираи раванди омодагиҳо ба ифтихори ин рухдоди нишодбахш кӯчаи бобониёз надиров мумфарҷ карда шуда бо гирдоварии нигораҳои шавқовару ҷолиби марбут ба рӯзгор ва фаъолияти касбии ин фидоии ҷабҳаи таълиму тадрис осорхонае дари худро барои ҳаводорони илму фарҳанг боз намуд.